وحدت ملی تاجیکان که پس از 4 روز از 25مین سالگرد به امضا رسیدن آن تجلیل میکنیم، خوف پراکنده شدن ملت و از بین رفتن دولت تاجیکان را به طور واقعی پیشگیری نمود. وحدت ملی برای کشور صلح آورد و تاجیکستان را همچون دولت دموکراتی در جهان معرفی نمود. در این باره رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده در کنفرانس علمی و عملی تاکید نمود و گفت محض وحدت بود که امروز تاجیکستان در تمام ساحه ها رشد میکند. مردم تاجیک محض با فیض و برکات استقلالیت و وحدت به دولتداری ملی و اعمار جامعه دموکراتی رسید. هر قدر که از این سنه تقدیرساز فاصله تاریخ بیشتر طی می شود، اهمیت بزرگ و سرنوشت‌ساز این دو مفهوم مقدس برای دولت و خلق تاجیکستان عزیز همان قدر روشن‌تر می گردد. از این لحاظ در شرایط نهایت حساس جامعه جهانی طرف مرکب شدن ابزار سیاسی و اقتصادی جهان و پیچیده گردیدن روند و تمایل‌های جهانی شوی حفظ صلح و ثبات جامعه و تحکیم وحدت ملی از جمله وظیفه‌های مقدس هر یک فردی به ننگ و ناموس ملت به شمار می‌رود. در ولایت سوغد به مناسبت 25مین سالگرد وحدت ملی کنفرانس علمی عملی برگزار گردید. آن تحت عنوان تجربه صلح تاجیکان گذرانده شده. عالمان و پروفسوران و استادان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفاروف اشتراک نمودند. چاره‌بینی در تالار ریاست دانشگاه گذرانده شد. مقصد آن احترام و بزرگداشت وحدت ملی بود. رئیس ولایت سوغد تاکید کرد که محض وحدت بود که امروز خلق تاجیک مناسبت‌های دیپلماتیک نو را با کشورهای شرق دور نیز به راه مانده است. برای امکانات‌های ما بسیار وسیع است. ما خداوند آن نیت و آرمان‌هایی که امروز جناب عالی برای صنعت کنونی، برای تامین خصوصا زنها، مادران، جوانان با جای کار تامین نمودند و تیار کردن کادرهای متخصص بهترین است. اینا ما همراه با راهبران مؤسسه‌های عالی متخصصان شما من استادان عزیز همراه عملی میکنیم. کنفرانس علمی عملی با اشتراک گروه عالمان از پایتخت کشور گذرانده شد. آنها عاید به رشد کشور و تأثیر وحدت ملی به پیشرفت روند خواجگی‌های خلق کشور سخن کردند. گفته شد که یکدلی مردم باعث به دست آمدن وحدت ملی گردید، اما باید تاکید نمود که تا به دست آمدن وحدت ملی در تاجیکستان گفت و شنیدهای سیاسی پیوسته دوام می‌کرد. نوبسته از مشکلات تاجیکستان توانست وحدت ملی را به دست آورد و اکنون آن را باید حفظ نمود. استثنا نیست. بسیاری چشم می‌دوزند که این بایگری ثروت بزرگی که هست یک علاج کنند که به اختیار دیگرها بگذارند. چون که سال 1970 وقتی که میلیاردرهای جهان یک مجلس مخفی گذرانده بودند و گفتن معین کنند که در 100 سال چگونه، من در این باره از همینجا اون دفعه دیگر وقتی که صحبت کرده بودم و یادآور شده بودم باز یک تاکید کرده هستم که ریشه ها در کجا هستند. تاکید کرده بودم که چی میشه در آینده 100 سال رو معین کنیم، 100 سال بعد ذخیره های طبیعی دولت های بزرگ به آخر میرسند یا بسیار کم میشوند، اهالی زیاد میشوند. راه حلش چی؟ راه حلش را سه از لابراتوار سپیده در افریقا جاری کردن در کار مردم میزانش گرم است. عرق و مواد الکلی و نارکوتیک بین خلق‌های اسلامی هم پخش کردن در کار است که اونها با این چیز علاقه دارند. امروز بیرده نیست که اهالی روسیه هر سال 1 میلیون زیاد کم شده است. هدف برگزاری کنفرانس علمی عملی ارج و حفظ گذاشتن وحدت ملی است که آن باعث رشد و تکامل گردیدن بیشتر ساختارها و خواجگی‌ها در کشور گردیده است. پس از 4 روز دیگر جمهوری تاجیکستان از 25مین سالگرد وحدت تجلیل می‌نماید. زیرا 25 سال مقدم سنه 27 ایون سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسیده بود. گزارش مفتونشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.